PJ کاپتان ویگلم. صدامو میشنوی؟ تمام. بلند و واضح کاپیتان. تمام. PJ صعودتون رو شروع کنین. گردبادی که داشت از کف اقیانوس شمال غربی شکل میگرفت داره سرعتش بیشتر میشه. ساعت بازگشت ما تا 3 ساعت افزایش پیدا کرده. بعد برسونیمت بالا. تمام. دریافت شد کاپیتان، ولی من هنوز ایمن‌سازی کلاهک رو تموم نکردم. روی پنل آخر. میدونم و من تصمیمشو گرفتم. فردا تمومش میکنم. آره، ولی این برنامه‌مون رو به تخمین PJ این منطقه طی جنگ جهانی دوم منطقه آزمایشی بوده. تا وقتی که ماهیگیرا موجودات مرده دریایی رو پیدا کردن این منطقه 75 سال بود که مشکلی نداشت. تمام. بله کاپیتان، ولی باید حداقل زنجیرش کنیم. میدونی محض احتیاط. بالاخره خودت گفتی که گردباد. باشه PJ 5 دقیقه وقت داری زنجیرش کنی و بعد صعودتو شروع کنی. این یه دستوره. دریافت شد؟ دریافت شد کاپیتان. خیلی خوب. کاپیتان نزدیک بود سرمته رو از دست بدم. این ساختار صخره‌ای توی این منطقه فرق داره. نمیدونم، انگار نرمتر یا ضعیفتره. با تجهیزاتی که الان دارم نمیتونم کارو ادامه بدم. میخوام صعود رو شروع کنم. تمام. متوجهم. صعودتو شروع کن. تمام. کاپیتان یه جریان شکافنده داره شکل میگیره. دارم برای کنترل زیردریایی تقلا میکنم. حرکات زیادی تو کف اقیانوس وجود داره. دید منم صفر و مانیتورام هی دارن قطع و وصل میشن. وایسا منظورت از حرکت چیه؟ PJ تو الان خیلی به یه ماده منفجره هسته‌ای زنده بالقوه نزدیک شدی. ببین من میتونم چشمات باشم، ولی باید دقیقاً بدونم اون پایین چه خبره و چه اتفاقی داره میفته. دیدم دوباره درست شد و دارم صعود و ادامه میدم. تمام. PJ لطفاً جواب بده. گارد ساحلی دریافت میکنی؟ وگل هستم از اقیانوس پاک در ماریانا ترنچ. یه مشکلی در چالنجر دیپ داریم. دوباره تکرار میکنم، یه مشکلی در چالنجر دیپ داریم. تمام. گارد ساحلی کمکمون کنین. مای موویز با افتخار تقدیم می کند. میلی دیدی چه خبر شده؟ ببخشید پیتر، صوفی قراره فرود بیاد. دارم سعی میکنم جشن آخر سال مدرسه رو باشه، ولی داره یه اتفاقی میفته. نه باشه، من تا آخر امروز بر نمیگردم. پس اگه گزارش رو فرستادی حواست باشه داده ها خارج بشن و پشتیبانی بشن. منو در جریان بذار. باشه داره یه اتفاقی میفته. بازم هست. وایسا، این چیه؟ چرا تو فیلیپین جهش داشتی؟ اولش حرکت روی خط گسل روی صفحه ماریانا دیدم. اصلا با عقل جور در نمیاد. آخه چطوری اولین خانش ثبت شده انقدر بزرگه؟ ما هیچ پیش لرزه‌ای ثبت نکردیم که همچین چیزی تو راه باشه. هیچی نبوده به این منجر بشه. اولین باری که اومده مقیاسش چقدر بوده؟ اولش تو ریکتر به 3.14 رسیده. چیز غیر عادی نبود. بعد سقوط کرده و یه سری فعالیت‌های کوچیک‌تر داشتیم. بعد تا 6.1 بالا رفته. بعد 7.3 بعدش هم 8. همینطوری افزایش پیدا کنه. میدونی چی میشه؟ به 8؟ آره. تو مطمئنی که اینا دقیقه؟ خیلی خوب، باید بریم. همه این ناسازگاری‌ها رو 3 بار چک کردیم. وقتی به 7.3 رسیده شروع کرده به دوباره جهش زدن. هنوز نتونستیم الگویی ازش در بیاریم، ولی خانش‌ها به طور ثابت رو به افزایشن. شانس آوردیم که به نزدیکی خشکی نزده. گوام و جزایر ممایانا الان تحت نظارت برای سونامیه. پیتر، بزرگترین زلزله ثبت شده 9.5 و تو داری میگی این یکی از 8 شروع شده و هنوزم رو به افزایشه. البته تو تئوری میتونیم از 9.5 عبور کنیم، ولی نه تو عصر حاضر. گسلا با این سرعت جابجا نمیشن، حداقل نباید بشن. بعدم DHS و FEMA هر دو درخواست تحریزی دقیقه به دقیقه روی احتمال تخلیه داشتن. یه لحظه، این الان اتفاق افتاده. چطوره که لرزه های حلقه آتش به این زودی انقدر بزرگ شده؟ من مطمئن نیستم، واسه همین طور لازم داریم. تو فقط یه نوسان اولیه رو گرفتی.
چطوره که یه دونه زلزله به این همه جا زده؟ اینا 2000 مایل فاصله دارن. نه، این بزرگتر از اونه که زلزله باشه. این بیشتر شبیه یه انفجار. آره، اولش فکر کردن یه سکوی نفتی منفجر شده و باعث واکنش زنجیره‌ای شده. الان دارن میگن یه چیز خیلی بزرگتره. یه شرکت استخدام شده برای تمیزکاری سلاح‌های هسته‌ای. سلاح‌های هسته‌ای؟ هسته‌ای قدیمی مثل جنگ جهانی دوم تو چالنجر دیپ. عملیات اونا باعث اختلال شده در اقیانوس آرام، فیلیپین، خطوط صفحات استرالیایی و یه زمین لرزه عظیم رو تحریک کرده. حرکت صفحات همگرا باعث شده ضایعات مستقیم برن تو پوشش بالایی زمین. این انفجار باعث این زلزله ها شده. نگاه کن. آزمایش‌های بیکنی اتم. دقیقاً. سلام عزیزم، فقط زنگ دادم که جاش گوش کن، ما یه سری خانش خیلی بزرگ و غیر عادی داشتیم. در تمام حلقه آتش داره زلزله اتفاق میفته. میلی؟ حالت خوبه؟ آره من همینجا. چی شده؟ قضیه چیه؟ هنوز مطمئن نیستم. غافلگیرمون کرده. یه سری حرکت بزرگ تو صفحات آسیایی داریم در تمام حلقه آتش. باید یه بازه زمانی براش در بیاریم. باید با صوفی تماس بگیریم. تو کارتو بکن، من بهش زنگ میزنم. فکر کنم پروازش تو آسمون باشه. به محض اینکه خبری شد بهت میگم. باشه؟ دوست دارم. منم دوست دارم. پیتر، تو نقشه تحریزیو داری؟ نه خیلی خوبه. خانش‌ها رو وارد یه الگوریتمی هوش مصنوعی کردم تا حرکات فرضی رو بهمون بگه. بعد هر چی تا الان گرفته بودیم رو وارد کردم. فیلیپین، خب تایوان و ژاپن. استرالیا رو هم یادت نه؟ استرالیا هم رنگه. یه سری فعالیت تو لبه غربی اقیانوس آرام اتفاق میفته. تو 72 ساعت سمت شرقی صفحه اقیانوس آرام هم همین حرکت تکتونیک رو خواهد داشت. کل ساحل غربی آمریکا و اثر ثانویه میتونه شامل آمریکای مرکزی باشه. همشون زلزله‌ای رو تجربه میکنن که از 8 شروع میشه. داره از زمینای کرانه اقیانوس حرکت میکنه به سمت ما. وقتی برسه اینجا تخریبی که درست میشه غیر قابل درکه. خیلی خوب پیتر، من باید اینو جواب بدم. تو به گیل تو فیما زنگ بزن، مطمئن شو در جریان همه چی هست. حواست به همه چی باشه. مامان عزیزم، دریافت بارو ولش کن. مامان، ما هنوز رو هواییم. دارن میبرنمون یه فرودگاه دیگه، ولی جاش هنوز مشخص نشده. خلبان چی گفته؟ کاپیتان اعلام کرد که یه سری زلزله تو سیاتل اومده و بعد گفت که منتظر یه باند جایگزین هستیم. قضیه چیه؟ صوفی، یه زلزله اومده. باندای فرود احتمالاً آسیب دیدن یا پر از هواپیماهای نشستن. آروم باش و فقط هر کاری که بهت گفتن و بکن باشه. ببخشید خانم، ازتون خواستیم در حال چرخشیم از گوشی استفاده نکنین. ممنون. ببخشید، دارم با مامانم صحبت میکنم. فقط به مامانت بگو که دوستش داری تا وقتی برگشتم گوشی رو قطع کرده باشی. نه ولی من هی، به حرف مهماندار گوش بده. به محض اینکه فرود اومدی به همون زنگ بزن تا بابات بیاد دنبالت. تا جایی که میتونی باتری موبایلتو نگه دار و اگه بطری آبی دیدی اونو بذار تو کیفت باشه. باشه مامان، دوستت دارم. منم دوستت دارم. از این سمت زود باشید. همگی دقت کنیم کسی آسیب نبینه. از این طرف مواظب باشید. فرمانده جاش، از همین الان فرماندهی تیم هواپیمایی سقوط کرده با شماست. دریافت شد قربان، به تیمم اطلاع میدم. گروپان قربان، ازم خواستن فرمانده تیم نجات هواپیمایی سقوط کرده باشم. دستور حرکت دادن. دریافت شد. میخوام به کنترل ترافیک هوایی زنگ بزنم ببینیم هواپیما کجا به زمین میرسن. بله قربان. من جواب میدم. بله من یه لحظه صبر کنین.
از کاخ سفید زنگ زدن برای تو. سلام، دکتر اندرسون هستم از NEIC. دکتر اندرسون، من ژنرال وستم، رئیس سازمان امنیت ملی. بله ژنرال، میدونم کی هستی. خیلی خوبه، مطمئنم دفترتون الان روی سطح تهدید قرمزه، برای همینم زنگ زدم. من برادرتو میشناسم، درستن اندرسون، به کمکش نیاز دارم، ولی دیگه اطلاعات تماسشو ندارم. منم ندارم ژنرال. من وقتی استفادات کلن از رادار خارج شده، ازت میخوام سریع پیداش کنی. شما NSA چرا به کمک من نیاز داری؟ دکتر این خط امنه؟ نه. 3 روز وقت داری بهش بگی با من تماس بگیره. و چی باید بگم؟ بگو استار وارز. استار وارز. استار وارز یعنی همون فیلمش؟ نه پیتر، استار وارز یه ابتکار سلاحی بود که در دهه 80 شروع شد. یعنی داداشت برای دولت کار میکرد؟ خب اولش دانشمند بود و بعد شد تکنسین سلاح. چند سال پیش دوباره پروژه رو بررسی کردن و اونو اخراج کردن. بعدم یه جورایی ناپدید شد. خب بعدش چی شد؟ کار واقعا تنها اشتیاق زندگیش بود و همینم یه جورایی نابودش کرد. هیچ وقت هم حالش خوب نشد. شروع کرد به جدا شدن از آدما. سعی کردم متقاعدش کنم تعریف کنه چی شده، ولی این کارو نکرد. ولی وقتی داری از داداشت حرف میزنی یه جورایی پیتر ولش کن. فکر کن اگه انیشتین تو پارانوید تد کازینسکی گیر میافتاد، اونم با غرور ایلان ماسک. آره اون همینطوری بود. هنوزم دلم براش تنگ میشه، هنوزم دوستش دارم. اون خیلی باهوشه. پیام بذار، شاید با تماس گرفتم. درسته، من میلیم، رئیس سابقه الان به هم زنگ زد. ببین نمیدونم این دفعه چی کار کردی، ولی همه دارن دنبالت میگردن. خیلی خب مجبور نیستی به هم زنگ بزنی، ولی اگه بتونی به ژنرال زنگ بزنی گفت بهت بگم استار وارز و اینکه 3 روز وقت داری. خانم ها و آقایان، به ما یه باند فرود اختصاص داده شده، اما حجم هواپیما بازه خالی شدن باند رو بیشتر کرده. به خاطر همین سوخت زیادی از ما هدر داده. باید فرود اضطراری داشته باشیم در نزدیکترین و ایمنترین زمین خشک. لطفاً روی صندلیاتون بشینید و کمربنداتون رو ببندید. لطفاً خدمه پروازم روی صندلی بشینن و آماده فرود اضطراری باشید. اگه ما هم از الگوهای ژاپن و استرالیا پیروی کنیم، زلزله همینطوری بیشتر میشه. نمیتونیم خودمون رو برسونیم و وقت خارج کردن همه رو نداریم. مخصوصا که باندها هم همین الانش هم آسیب دیدن. تاثیر ثانویه رو نمیتونیم کامل بسنجیم، مثلا آتشفشان‌های کمان جزیره‌ای. اگه سعی کنیم یه مقداری از انرژی رو روی خطوط صفحات منحرف کنیم چی؟ این مشکل بزرگتری درست میکنه. سواحل رو بررسی کن. صفحات نزدیک شامل منطقه فرورانش کاسکیدیا میشه. شمال غربی آرام بیشتر از 75 ساله که منتظر یه مقیاس 9. موضوع الان فقط زمانه. خانم ها و آقایان، داریم به سطح زمین میرسیم. همین الان به موقعیت آماده باش برید. این 7 و 1 دهم بود. اولیش هم 6 و 3 دهم. صفحات خیلی سریع دارن حرکت میکنن. علامت‌های هشدار همیشگی رو نشون نمیدن. واسه همین دیگه واسه خانش‌ها خیلی دیره. واضحه که اطلاعاتو به درستی تحلیل نمی‌کنین. درسته. چطوری اومدی تو؟ سوال اولت اینه؟ تعجبی نداره هنوز نتونستی سر در بیاری. باید هر چیزی که دارید رو ببینم.
درستین سلام، پیتر هیوستون. خوشحالم از آشنایید. خیلی راجبت. آخه الان بهت زنگ زدم، اصلا انتظار نداشتم بیای. فکر میکنی نیاز داشتم تماس بگیری که بدونم به کمکم احتیاج داری؟ میدونستم نمیدونی چی کار کنی. لحظه‌ای که لرزه‌ها شروع شدن من راه افتادم. پس بریم سراغ کارمون. همگی لطفاً آروم باشید. اگه میتونید حرکت کنید لطفاً خیلی آروم برید سمت اعضای کابین ما تو قسمت خروج. لطفاً اگه میتونین حرکت کنین خیلی آروم به سمت انتهای هواپیما برین. اگه آسیب دیدین سر جاتون بمونین تا من با جعبه کمک‌های اولیه بیام پیشتون. شما حالتون خوب آقا؟ صوفی حالت خوبه؟ زندم. هواپیما فرود اضطراری داشت. عزیزم الان فقط همین مهمه که زنده ای. باید به من گوش بدی. هر چه سریعتر از اون هواپیما پیاده شو. اونجا جات امن نیست عزیزم. الان کجایی؟ فکر کنم تو پارک دیسکاوریم. فکر کنم دارم حصار کلیسای کوچیکشو میبینم. الان برات لوکیشن میفرستم. اون صدای چی بود؟ نمیدونم. حس میکنم رو لبه دره چیزی هستیم. همگی برین سمت انتهای هواپیما. زود باشی. سریع. عجله کنی. صوفی بابا داره میاد دنبالت باشه. صوفی جاشوا من تو راهم. مختصات هواپیما رو بهم دادن. اونا تو پارک دیسکاوری فرود اومدن. آره فرود اومدن و صوفی هنوز زنده است ولی منتظر نشستن تا زلزله بعدی شروع بشه. پیداش میکنم. سریع خودمو میرسونم باشه؟ جاش خطا قطع شدن. برجای مخابراتی نمیتونن فرکانس این زلزله ها رو تحمل کنن. چقدر وقت داریم؟ 70 ساعت واسه تخلیه ساحل غربی آمریکای مرکزی قبل از اینکه بلعیده بشن. زود باشی. در رو باز کنی. مطمئنی سالم میمونی؟ در جلویی گیر کرده نمیتونم بازش کنم. اگه یکی از این پنجره ها رو بشکنی میتونیم ازشون رد شیم؟ شاید تو بتونی رد شی ولی برای اینکه بشکنیمش نیروی زیادی میخوای. خیلی خوب، گزینه بعدی. مراقب باشی. یه زلزله دیگه است. کاپیتان باید رادیو رو ول کنی. همین الان بیا بیرون. همه فرکانس‌ها رو امتحان کنم. هیچ کس نمیدونه ما الان از وسط نصف میشه. وقت نداری. داره آروم میشه. حالتون خوبه؟ خوبم. فکر کنم فقط دستم شکسته. تو خوبی؟ آسیب ندیدی؟ فکر میکنم خوب باشم. ببینم میخوای بهم کمک کنی یا نه؟ حتما. عالیه. تو دبیرستان چند تا کلاس کمک‌های اولیه و CPR رفتم. پس میتونی برای بقیه مسافرها بهم کمک کنی. باشه. باید از هواپیما پیاده شیم تا زلزله بعدی نابودمون نکنه. یه نردبون اون پشت هست، میتونیم ازش استفاده کنیم. مهمانداری دیگه ای نیست؟ من نمیتونم. نه، هواپیمای کوچیکیه. همه گوش بدین. قرار عملیات تخلیه اضطراری هواپیما رو انجام بدیم. ازتون میخوام کاملا همکاری کنید و به حرفای من گوش بدین. باشه؟ میخوام بسپرمتون به دست این صوفی. اون قراره کمکتون کنه تا من برم تجهیزات اضطراری رو بیارم. باید خودمون رو ساماندهی کنیم تا اول مسافرای آسیب دیده از هواپیما پیاده بشن. اگه خونسرد باشین میتونیم سریع و با ایمنی با هم دیگه انجامش بدیم. خب دوستان، تو بودی چی کار میکردی مامان؟ خانوما و آقایون، اگه میخوایم زنده بمونیم باید به حرفاش گوش بدیم. باشه؟ باید تا زلزله بعدی نیومده از هواپیما خارج شیم و تنها راهمون اینه که با هم دیگه همکاری کنیم. باید یه نردبون تنابی رو از خروجی عقب بندازیم پایین و از هواپیما پیاده شیم. عجله نکنید. از همتون ممنونم. لرزه ها به آمریکای جنوبی رسیدن و دارن میان سمت ما. چطور میتونیم سرعت صفحات تکتونیک رو کم کنیم؟ بذار نشونت بدم. باشه؟
خیلی خوب، گوش کنین. فقط تصور کن این یه صف است. وقتی صفحه با اون همه نیرو شروع میکنه به حرکت، صفحات اطرافشم باید حرکت کنن و نیروی حرکتیشون اونقدر زیاده که دیگه متوقف نمیشن. اصلا خودشون نمیتونن متوقف بشن. پس چیزی که نیاز داریم یه نیروی اونقدر قدرتمنده که باش مقابله کنه. ساده بود؟ آره، حرکت 3 صفحه در جهت مخالف. باید با این نرم افزار ردیابی موقعیت دقیق برای تأثیر جهش انرژی تولید کنیم که نیروی حرکتی صفحات رو خنثی کنه. باشه، من تا حالا از این برنامه تو این حد استفاده نکردم، اما تو این تئوری فکر کنم بتونه جواب بده. البته باید یه چیزایی واردش تو هنوز بچه موثلی؟ فقط انجامش بده و مختصات و ذخیره. درستن، با من بیا. هممون میدونیم تو چقدر باهوشی و همه خیلی خیلی قدردانیم که درستن قدرتمند ما رو سعادتمند کرده. به نظر میاد درک نمی‌کنی. نه، یه بارم که شده تو درک نمی‌کنی. این کاریه که ما هر روز داریم انجام میدیم. ممکنه اونجوری که تو دوست داشته باشی انجام نشه، ولی این روشیه که من انجامش میدم. اینجا دنیای منه، همونطور که تو دنیای خودت داری. میلی، موضوع اصلا این نیست. نه، ممکنه تو درکش نکنی، ولی من آدمایی که باهاشون کار میکنم و دوست دارم و برام مهمن. مطمئنم اونام همین حسو به من دارن. و اون بچه‌ای که اونجاست شاید به نظر تو کسی نباشه، ولی انتخاب کرده اینجا بمونه و به بهترین نحوی که میتونه کمکمون کنه. حتی با اینکه تو خونش دوستا و خونواده‌ای داره که بهش نیاز دارن و ته ذهنش هم میدونه که احتمالش خیلی زیاده که دیگه هیچ وقت خونه رو نبینه. میتونی حرفایی که بهت میزنم و درک کنی؟ خوبه، پس دوباره امتحان میکنی. خیلی خوب. خب راستش من هنوز راجع به اون موضوع استار وارز کنجکاوم. خب شک ندارم کنجکاوی پیتر. خیلی خوب. پروژه استار وارز یا در واقع همون ابتکار تدافعی استراتژیک ریگان، تکنولوژی جنگ سرد که میتونست یه پایگاه محافظ خارج از فضا درست کنه که میتونست موشک‌های هسته‌ای رو منسوخ کنه. پروژه 4 سال بعد، یعنی سال 87 لغو شد. حداقل چیزی بود که به عموم مردم گفته شد، اما در واقع موشک‌ها، لیزرها و سلاح‌های ریزچه پرتو و خیلی چیزای دیگه هنوز وجود دارن. اونا تمام مدتون بالا بودن و همینطوری به لیست ضایعات فضایی همواره رو به افزایش اضافه شدن. من گیج شدم. اینا چه کمکی میکنه؟ 4 سال پیش آخرین مسئول یا قانون مجوز دفاع ملی رو امضا کرد که شروع کردن به رسیدگی بهش و عملیاتی هم کردنش. اگه لیزر رو متمرکز کنیم روی لبه شرقی صفحه، ممکنه اونقدری باشه که بتونه متوقفش کنه. امیدوارم. خب پس انجامش میدیم. نمیتونیم. اگه دشمنامون بدونن که استار وارز وجود داره، میتونن ازش واسه نابود کردن دنیا استفاده کنن. درستن، دنیا داره در هر صورت به پایان میرسه و اگه تنها راه متوقف کردن صفحه استار وارز، پس انجامش میدیم. باید راه بهتری هم باشه. ما وقت نداریم. هر دقیقه داریم جون میلیون ها و میلیاردها انسان رو تلف میکنیم. فکر نمی کنم ایده بهتری داشته باشیم. کسی از تو نپرسید؟ ببینم خودت تو ایده بهتری داری؟ فقط یه ایده بهتری که بتونی به موقع به کار بگیریمش. نه ندارم. حق با توه. باید استار وارز رو به کار بگیریم. ممنونم. هنوز ممنون نباش. چرا خطوط تلفن هنوز قطعه؟ ماهواره باید حالا کارش رو شروع میکرد. یه راهی واسه تماس با واشنگتن میخوایم. میتونیم بشینیم و منتظر بمونیم. الان پات روی پوست تخم مرغه. ایده بهتری داری؟ آره، یه دوستی دارم که برای NSC کار میکنه. دفترش هم همین نزدیکی است. راستشو بخوای هم دانشگاهی بودیم. بار اول اونم روی پروژه کار میکرد. قطعا یه راه تماس درست با واشنگتن داره. قرار نیست تا اون سر شهر رانندگی کنی. پارکینگ از این طرفه.
فکر کردی اون تو پارک کردم؟ بیاین از این طرف. بیاین. آره خودشه. سوار شین. زود باش دیگه. همیشه اینجوری میکنه. چند لحظه صبر کنین درست میشه. زود باش. زود باش. روشن شد گفتم که. عالی. فقط سریع بریم. اون دوست تو NSC دکتر دایان رایت. فکر میکنی هنوز اونجا باشه؟ ما که هنوز کار میکنیم. آره اونجاست. زندگیش همونه. همه چیشو واسه این کار گذاشته. ای کاش دولت واقعا بهش گوش میکرد. قربان، مختصاتو بارگذاری کردم. از اینجا در واقع مستقیم میشه. تمامی واحدها به سمت ستون جمع حرکت کنین. سرعت رو زیر 25 نگه دارید و فاصله واحدها بیش از 5 متر نباشه. دریافت شد. راهی واسه دور زدنش نیست. کاملا مسدود شده. تا هواپیما چقدر فاصله داریم؟ زیاد نیست. نهایتاً 15 تا 20 دقیقه. ولی پیاده بیشتر از 1 ساعت راه. چی داری میگی؟ ما اینقدر زمان نداریم. گزینه دیگه ای نداریم. نه نمیتونیم از ماشین پیاده بشیم. اون آدما با غذا میخوان، تجهیزات پزشکی هم جداست. همه چی رو نمیتونیم خودمون ببریم. راه دیگه ای باید پیدا کنیم. اون مسیری که دورتره چی؟ وایسا، یه قبرستون اینجا نیست؟ چرا؟ دقیقاً پشت این ساختموناست. درست میگی. خوب گوش کن. این حدوداً نیم مایل قبل یه دروازه بود. اگه سرعتمون کافی باشه میتونیم از روش رد بشیم. دیگه با این سنگام سر کار نداریم. دریافت شد. سر کن. خواهش میکنم اونجا باش صفیه. کمک لازم داریم. سریع زود باشین. زود باشین. همین الانشم خیلی بده. اگه ما کاری نکنیم از این بدترم میشه. معلومه که یه خط ارتباطی مخصوص داریم. البته میشه با اطمینان بگم هیچ وقت انتظار استفاده از SDI رو نداشتم. از حرفایی که میزنیم به نظر میاد که این تنها گزینمونه. ژنرال وست، دکتر دایان رایت هستم از سیاتل کامز. میدونم کی هستی دکتر. اگه دارم باهات صحبت میکنم پس حدس میزنم. آره وست، منم اینجا. ولی خیلی خوشحال نیستم. میتونی از خواهرم میلی ممنون باشی. مطمئنم خواهرت گفته بود چرا نیاز بود باهات صحبت کنم. آره، به کمکم احتیاج داری. قبل اینکه چیز دیگه ای بگی میخوام بدونی که حاضرم گذشته رو فراموش کنم. اگه الان بهمون کمک کنی یا موفق باشیم به نفع جفتمونه. مگه چی کار کردی؟ با داشتن کدای دسترسی و شلیک سلاحایی که الان تصمیم گرفته استفاده کنه ول کردم رفتم. هیچ کشوری نباید انقدر قدرت داشته باشه. درستین، اینا محرمانه است. مجبور بودم برای نجات دنیا. خب الانم قراره همین کارو انجام بدیم. دقیقاً. واسه همینه که ازت میخوام آنلاینش کنی. تیم مهندسی حال حاضرمون به سختی میتونه سیستم عملیاتی قدیمی رو راهبری کنه. تازه اون فایروالی که گذاشتی که بحثش جدا است. دکتر رایت، میدونم که با این سیستم آشنایی داره. کم و بیش قربان. اگرچه که هیچ وقت مطلع نشدم که سلاحایی که من و درستن روش کار میکردیم دارن عملیاتی میشن. نشدن. واسه همین دارم باهاتون صحبت میکنم. به تیم اصلی مهندسی نیاز دارم. تا الان محاسبات ما همه فرضی بودن و هیچ راهی برای آزمایش سیستم و هیچ فضایی برای خطا نبوده.
قربان، آخرین تحریزیه صفحاتو دیدین؟ میخواین داده ها رو یه بار دیگه مرور کنین؟ دکتر، تخصص تو برام قابل احترامه، ولی شغل من اینه که تصمیمات سخت رو بگیرم. دکتر رایت، چقدر سریع میتونی سیستم رو سرپا کنی و کار بندازی؟ راستش الانم سرپا و مشغول کاره، البته یکم بد ترکیب شده. فکر کنم مهندساتون یه جوری گند زدن. ازت میخوام وارد رابطه کاربری اصطلاحا بشی و با کد SWP آغازو تایید کنی. وارد شدم. خب مختصاتو کی داره؟ من دارمش. و وقتی ژنرال کد SWP شو وارد کنه و آغازو فعال سازی کنه، میتونیم وارد آیدی سرورشون بشیم و دسترسی پیدا کنیم. کاپیتان آرتور، صدامو میشنوی؟ مراقب باش. خیلی خوب بچه ها، 3 نقطه هست که باید هدف بگیریم. هر کدوم حداقل 300 مایل با ساحل فاصله دارن. خیلی اون طرفتر از پوسته قاره‌ای. خیلی خوب. شمالی ترین نقطه تو خلیج آلاسکاست. ما 51 43 و 33 شمال داریم. 138 1 14 غرب. نقطه دوم تقریبا رو نیمه صفحه است. 5 22 و 21 شمال. ما 116 48 و 42 غرب داریم و سومیش عمود بر آمریکای جنوبی با مختصات 22 2 و 4 جنوبی. باید زاویه ورود رو تعیین کنین. یه لحظه صبر کن محاسباتش انجام. با همه لیزرها هدف گیری کنید که هر سوژه با نیروی یکسانی بهش برخورد کنه با زاویه 42.7 درجه. وگرنه قدرت کافی تولید نمیشه و کل صفحات در جهات متفاوت با هم شروع میکنن به حرکت کردن. آره. خیلی خوب. اگه دستور شروع داریم پس اون طرف میبینمتون. آتش. آتش. زود باش لطفاً. نه فقط 2 تا برخورد. یه مشکلی هست. یکی از لیزرها خاموش شده، شلیک نمیکنه. خیلی جالبه، به سختی یه خراش انداخت. قدرت کافیو داره؟ لیزرها دارن میرن به سمت ساحل غربی مکزیک. همین الان لرزید. دوباره شلیک کن. نه نمیتونم. یعنی چی نمیتونی؟ زیادی داغ شدن، دارن خاموش میشن. باید بررسی کنم دلیلشو بفهمم. از اولش هم احتمالش کم بود. همیشه شانس این بوده که کار نکنه. بهتره بیشتر ضرر نکنیم و تخلیه ها رو شروع کنیم. پس یعنی همین. فقط یه تمرین بود واسه دولت آمریکا، آره؟ نه وایسا. زاویه ورودمون چیه؟ گذاشتمش روی 42.7 درجه. همونطور که گفتی احتمالا مسیرش اشتباه باشه. نه مسیرش اشتباه نیست. وایسا. یه لحظه صبر کن. نرم افزارت نتونسته کامل تغییر محور رو مد نظر بگیره. تغییر محور؟ درست میگه قربان. تا یه دهه گذشته ما اونقدر آبای زیرزمینی رو پمپاژ کردیم که در واقع محور زمین ها هر سال اندازه 1-2 اینچ تغییر داده که ممکنه به نظر زیاد نیاد، ولی با روشی که این الگوریتما محاسبه میکنن حتی کوچکترین اختلاف هم نتایج رو کاملا به هم میزنه قربان. نمیشه دوباره محاسبه و شلیک کنیم؟ نه، ولی میتونیم از لیزرهای کاربردی استفاده کنیم و برای جبران زاویه ورود رو تغییر بدیم. زاویه ورود با قدرتی که در هدف هست نسبت داره. ما 1/3 قدرت رو از دست دادیم، پس باید زاویه ورود رو کاهش بدیم به 30 درجه تا ضرر رو جبران کنیم. خب پس تنظیمش میکنیم و دوباره امتحان میکنیم. گذاشتمش روی 42.7 درجه. همونطور که گفتی احتمالا مسیرش اشتباه باشه. برید پایین بجامید، برید پایین، بشینید. زود باشید. برو. یه پناهگاه ارتشی است. زیاد از اینجا دور نیست. همه رو از این ساختمون فرستادن همونجا. روی هیچ کدوم از نقشه ها نیست. شماها ازش خبر ندارین، ولی هست. اتصال ایمنم دارن.
تو مختصاتو داری دیگه پیتر، نه؟ آره. خیلی خوب، این بهترین گزینه است. باید حرکت کنید تا ساختمون نریخته برید پایین. یعنی باشه؟ تو با همون نمیای؟ نه از اینجا باید جدا شیم. باید پیش خانواده‌ام باشم. نیاز به یه جنازه دیگه نداریم. بیا رو راست باشیم. تو به اندازه هر دومون باهوشی. هر دومونم میدونیم. ببین متاسفم که وقتی که بیرونت کردن بیشتر از این بهت کمک نکردم. درسته؟ من شغل و کارم رو به دوستیمون اولویت دادم و دروغ گفتم اگه بگم که هر روز از وقتی که ناپدید شدی به خاطرش اذیت نبودم. ممنونم دیون. واقعا از اعمال آدم ها خیلی چیزا میشه راجبشون فهمید. اعمال تو هم خیلی واضح بودن و برای آرامش ذهن خودت میخوام بذارم آیدی و دسترسی تو بدی بهم. نظرت چیه؟ بی حساب میشیم. ممنونم دیان. باعث افتخارم. مراقب خودت باش. خیلی خوب. چقدر دیگه وقت داریم تا این زلزله ها نابودمون کنن؟ 65 ساعت. 65 ساعت. موفق باشی. بیا پایین. هواپیما هر لحظه ممکنه بیفته. زود باش، از هواپیما فاصله بگیر. عالیه، عجله کن. زود باش، ازش فاصله بگیر. دخترت هیچ چیش نمیشه. خواهرزادت؟ آره. فکر نکنم بشه بیشتر جلو رفت. شبکه قطع شده و این پناهگاه تنها امیدمون برای آنلاین شدنه، پس از اینجا باید پیاده بریم. هنوز چند مایل دیگه مونده. این تنها مسیر به پناهگاهه. میدونی که نمیتونیم دور بزنیم. هرچی بیشتر اینجا بشینیم و راجبش حرف بزنیم فقط به لرزه بعدی نزدیکتر میشیم. موافقم. پس بریم. پیتر، هرچی لازم داریم ما از تو ون بردار. قرار نیست برگردیم. گرفتمش. اون طرفی. از این طرف. باید مطمئن باشی که زاویه ورودت صحیحه. این دفعه باید جواب بده. این دوتا نمیتونن ازش سر در بیارن. هبجام، چی کار داری میکنی؟ زود باش دیگه. باید برم دستشویی. هر جایی میتونی بری. یه سری کارا رو نمیکنن. ببینم شوخیت گرفته دیگه، نه؟ شما هم اینجا وایسین. من میرم اون طرف. واقعا خیلی عجیبه. درستن! درستن! میتونی ببینی؟ آره.
وقتی رسه. درستن. میشه بری؟ دیگه هیچ وقت این کارو نکن. Don't ever do that again. چیو؟ مگه من چی کار کردم؟ بازم از جاده‌های اصلی بهتره نه؟ آره. زمانمون از دست رفت ولی نه زیاد. به زودی میرسیم لبه پارک. وقتی از اون بانک جلوتر رد شدیم دقیقاً میرسیم به بیرون پارک. هواپیما دقیقاً اون طرف اون درختاست. یه حصارم اونجاست ولی یه کارش میکنیم دیگه. عالیه. ما داریم از جنوب میریم. باید کمی به سمت شمال بریم که برسیم به هواپیما. آفرین بهت ریچارد. ممنونم قربان. خیلی خوب. از این طرف. بیا. مراقب باش. سلام، حالت چطوره؟ من درستن اندرسونم از طرف انجمن امنیت ملی، واحد فاجعه، و از شخص ژنرال وست در واشنگتن دستور دارم. ایشون خواهرمه، دکتر میلی اندرسون، و همکارش پیتر. اینا زلزله شناسن از NEIC. ببین، ما فقط میخوایم رد بشیم. برج کنترل مرکزیمون رو از دست دادیم. به اتصال اینترنت ایمن نیاز داریم. باید بتونیم دوباره وارد سرورهای NSA بشیم. میفهمی؟ لطفاً فقط بذار بریم داخل. ببین، میدونم چطور به نظر میاد ولی ما بخشی از یه عملیات سلاحی هستیم برای متوقف کردن حرکت صفحات و جلوگیری از فروپاشی جهان. پس شاید بتونی با ارشدت صحبت کنی یا اسممونو به یکی بدی یا یه کاری بکنی. اشکالی نداره، اینجا هم زلزله اومده. داریم میریم یه موقعیت هم. میتونه این سواره یکی از بنای اون پشت بشه. ممنونم. فکر کنم شهرتمون از خودمون جلوتره. بریم. هنوزم آنتن نیست. امکان نداشت بدون تو بتونم انجامش بدم. ممنون. خواهش میکنم. من با پدرم تو ارتش بزرگ شدم. مادرم هم نابغه است. واسه همین با این چیزا آشنام. راستی بابام قرار بود بیاد اینجا ولی فکر نکنم بتونن راحت پیدامون کنن. دارن میان باشه. فقط باید یکم دیگه طاقت بیاری. منتظر بمونیم واسه یه زلزله دیگه یا واسه دوباره باز شدن زمین. ممکنه دفعه بعد انقدر شانس نیاریم. باید واقع بین باشیم. باید یه جای امن پیدا کنیم و شب بمونیم. آب و غذامون داره تموم میشه. مامانم تو NEICه. یه جورایی تخصصش همین چیز هست. ولی نمیتونیم ولشون کنیم. من باید اینجا بمونم. همگی لطفاً گوش بدی. ما اینجا غذا و آب لازم داریم. بی خطرترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اینجا بمونیم و پناه بگیریم تا صوفی کمک بیاره. خیلی خوب. یه راهی پیدا میکنم گوشیمو شارژ کنم و زنگ بزنم یه تیم نجات بیاد و برامون لوازم بیاره. باشه؟ موفق باشی. ممنون. مراقب خودت باش. موفق باشی صوفی. آره پیتر، لیزرها دارن کار میکنن. وقتمون برای کار کردشون داره تموم میشه. بررسیشون کردم. فکر کنم بدونم مشکل چیه. فقط یکم دیگه وقت میخوام. میتونی ببریم اون رو سرور USGS؟ آره هرچی میتونم ببرم. ولی چرا؟ باید روی قسمتی که پوست ضعیف‌تر تمرکز کنیم. صفحه احتمالاً تا الان شلتر شده. باید اینو به عنوان پشتیبان داشته باشیم. شاید نتونیم لیزرها رو به کار بندازیم. باشه انجامش میدم.
خیلی خوب. این نیاز به رسیدگی داره. خوشحالم میبینم مسئول اینجا کیه؟ مسئول منم. وقتی فرود اومدیم چند تا زلزله بعد بهمون زد، خلبان و چند تا از مسافرا رو از دست دادیم. خیلی خوب، ما با غذا داریم. همه افرادت که پرواز همینه هستن؟ آره. دختر من توی این پرواز بوده. اسمش صوفی بود. آره. اون الان کجاست؟ اون زنده است. ولی رفت. گفت میای، اما مطمئن نبود با این همه آشفتگی چقدر طول بکشه. الان کجاست؟ باید پیداش کنم. از اون طرف رفت. باشه. افرادم بهتون کمک میکنن و قراره که چند تا ماشین دیگه هم بیان. ممنون. تا اون موقع به هر کدوم از اینا که تونستی کمک کن. باشه. خیلی ممنونم. ریچارد؟ بله قربان. صوفی اینجا نیست، ولی فکر کنم بدونم کجا رفته. باید برم پیداش کنم. متوجهم قربان. من و جیکوب همه کارا رو انجام میدیم. دخترتو پیدا کن، بقیه‌شو بسپر به ما. متشکرم ریچارد. با پایگاه تماس بگیر و بگو چند نفر دیگرم بفرستن اینجا. بله قربان. خیلی خوب، سایت USGS رو بالا آوردم. هیچ خبر جدید یا اطلاعاتی از وقتی آنتنمون پریده نیومده؟ به نظر میاد داده درست بودن. زمین لرزه‌ها همین الانم نابود کنندن و فقط دارن بزرگتر میشن. حتی گرینلند، ایسلند و سواحل غربی اروپا هم الان دارن از زلزله آسیب میبینن. درسته، باید سریعتر کار کنیم. پیتر، برو روی سرورهای NSA و برنامه رو شروع کن. وقت حل مشکل سلاح‌های آفلاین رو نداریم. وارد USGS شو و شروع کن به شناسایی قسمت‌های ضعیف‌تر پوسته زمین. مطمئنی با اینکه فقط چند تا لیزر کار میکنن جواب میده؟ ممکنه، بالاخره ریسک محاسبه شده است. ولی خب فکر کنم داریم یکم چشم بسته کار میکنیم. گزینه دیگه ای نداریم. خیلی خوب، تو مناطق اقیانوسی و بازالتی بهترین شانس رو داریم چون نازک‌ترن. پس میتونیم ایست پاسیفیک رایز رو امتحان کنیم. هوشمندانه است. همونطور که ماگما بالا میره، پوسته های جدید هم شکل میگیرن. خیلی خوب، مختصات ساختار صخره‌ای روی مرز رو پیدا کن. یه سیستم مرزی وسط اقیانوسیه. پوسته زمین اینجا جوان‌تر و آسیب پذیرتره. میشه روی سمت شرقی صفحه که خیلی از مختصات اصلی دور نیست. خیلی خوب، پس انجامش بدیم. خیلی خوب. همگی عجله کنید. این منطقه رو پاکسازی کنید. زود باشید. صوفی! 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 آخه کجایی دختر؟ پیتر، وقتی شلیک کردی مثل یه شاهین چشمت به دما و فعالیت‌های لرزشی باشه. به محض اینکه فعالیت پراکندگی از سمت شرقی صفحه دیدی بکشش عقب. باشه ردیفه. باید حرکت صفحه اونقدر آهسته بشه که بتونه دوباره ریتم خودش رو پیدا کنه. باید برگرده به الگوی انرژی تکتونیک خودش. منظورم اینه اگر گرمای زیادی درست کنیم ریسک این هست که انرژی مخالف بهش بدیم و نهایت برش گردونیم سر جای خودش که برمون میگردونه به همون جای قبلی که بود. یا حتی بدتر. مرز صفحات همین الانم خیلی بی‌ثباتن. اگه با این همه انرژی هلشون بدیم آسیبش میتونه 10 برابر بشه. ولی تو درست انجامش میدی. مجبوره، چاره دیگه ای نداریم. ممنون درستن. خیلی خوب، شروع کن. باشه، شروع کار لیزر. آماده باش. چی شده؟ نمیدونم، اتصال از دست دادم. لیزرها پاسخ نمیدن. نرم افزارم میدونه که دارم از یه اتصال آی پی دیگه عملیاتو انجام میدم و سیستم جی پی اس بهشون اجازه نمیده تو حوزه آمریکا شلیک کنن. باید پارامترها رو مجدد وارد کنم. باشه، چقدر زمان میبره؟ نمیدونم، روی تکنولوژی خیلی قدیمی کار میکنن. اتصالم که تعریفی نداره. دارم سعی میکنم سیستمو بارگذاری کنم. درسته. فکر کنم باید کم کم خودمون رو برای بدترین حالت آماده کنیم. باید جی پی اس داخلی رو بازنویسی کنیم. ولی چطوری؟ اگه مسیر جریان برق رو تغییر بدم و ماژولا رو بفرستم به حالت ریکاوری، شاید بتونم سیستم هدفگیری رو به صورت دستی تنظیم کنم. یکی دیگه داره میاد. برید پایین. هنوز نه. زود باشه، یه لحظه بهم وقت بده. خیلی خوب، لیزرها آنلاین روی هدفن. امیدوارم جواب بده. آماده شلیک. 3 2 1. صفحه خاموش شده ولی سیستم هنوز روشنه. عملیات داره انجام میشه. شلیکش کن، همین الان شلیک کن.
زود باش زود باش. داره کم میشه. خیلی خوب، ولی هنوز خوشحالی رو شروع نکنیم. مای موویز. چی شده؟ دوباره اتصال از دست دادی؟ نه، داریم میزنیم به هدف. بازم گرماش کافی نیست. منظورت چیه گرماش کافی نیست؟ نمیدونم چرا، ولی خانشا نشون میدن که صفحه بیشتر خودش حرکت خودش رو تولید میکنه. فکر نمیکنم بتونم متوقفش کنم. و ساختار صخره‌ای داره داغ میشه؟ شدیدن، ولی اونقدر نیست که سفر رو به اندازه چشمگیری کند کنه. تو مطمئنی که این نهایت شدتشه؟ آره مطمئنم. پس فاصله های بینش چی شد؟ نرم افزار نظارت نمیدونه چجوری چندین زلزله با شدت‌های مختلف که همزمان تو مناطقی که نزدیک هم نیستن اتفاق میافتن رو بخونه. بی سابقه است. تا الان این حالت غیر ممکن بوده. باید رد بشیم. لیزرها شکست خورده. فکر کنم واقعا گزینه دیگه ای نداریم. هیچی ساخته نشده که با این مقیاس بتونه خودشو به نیروهای طبیعی برسونه. خب اگه ساخته ی انسان نباشه چی؟ اگه نمیتونیم کاری بکنیم که روی سرعت صفحات تأثیر بذاریم، شاید بتونیم کاری کنیم که خودش یه کاری با خودش بکنه و کند بشه. متوجه نمیشم. منظورت چیه؟ به هواپیمایی که سقوط کرد فکر کن. چطوری سرعت خودشو کم کرد؟ خب اونا پس راند. اون بعد از فرود اومدنه. باشه، تو هوا از بالای کششی و ترمز استفاده میکنن. فکر کنم میتونن سعی کنن باراشونو بندازن پایین، میتونه روشون تاثیر بذاره. ولی فقط میتونن تا جایی که جاذبه میذاره کمش کنن. ولی بازم تاثیر داره. هر باریو که بتونن خالی میکنن. اگه اینو روی مدل خودمون اعمال کنیم و وزن رو کم کنیم، شاید نتونیم جلوی فاجعه رو بگیریم، ولی احتمالاً بتونیم سرعتش رو کم کنیم. درسته. باید از شر وزنی که داره این نیروی حرکتی اضافی رو به پوسته زمین میده خلاص بشیم. البته که در واقع افزایش وزن نیست، بیشتر افزایش فشار تو هسته زمین به حساب میاد. آره دقیقاً. پیتر، اون گزارشگری رو یادته که فکر میکردی یه انفجار تو دریا رخ داده؟ کاش میتونستیم یه جوری از اون سکوهای نفتی نزدیک اقیانوس آرام استفاده کنیم تا با کند کردن فشار گاز این حرکت قاره‌ای رو کند کنیم و در نهایت میتونیم یکم زمان بخریم. باید تو چندین موقعیت اتفاق بیفته تا بتونه تأثیری روی حرکت کلی صفحه داشته باشه. آره، ولی چندین سکوی نفتی اطراف اقیانوس آرام وجود داره و همشون هم آمادن هم به گسلا نزدیکن. میتونیم از سکوهای نفتی مثل آتش فشان استفاده کنیم. کنیم. دقیقاً. و میتونیم واقعاً کنترلش کنیم. همینطور مسیر تخریبشه. درسته. فکر میکنم بهتره سراغ گازایی توی هسته زمین بریم. مثل هلیوم. آره. میاد بالا و تو اتمسفر پخش میشه. این یه گاز بی‌ضرر. فشار از صفحه برمی‌داریم و میدیم دهانه چاهای نفتی روی صفحه اقیانوس آرام. خدای من، فکر میکردم تنها نابغه خانواده‌مون منم. هلیوم 3 به سمت گرمای زیر پوست جذب میشه. اگه فشار رو تغییر بدیم و شروع به تخلیه کنیم، اون گاز مقدار نیروی خیلی عظیمی و جابجا میکنه. آره. سرعت الان دوست ماست. ما روی اون پلتفرما پمپ نداریم؟ فکر میکنم داشته باشیم. الان برمیگردم میبینم. پس از پمپ‌های سکو که برای نفت استفاده میشن به عنوان روشی واسه کم کردن سرعت هلیوم استفاده اگه فشار خیلی بالا بره یا وقتی به اندازه کافی بار برداری کردیم چی؟ فکر نمی‌کنم این پمپ‌ها به تنهایی اونقدر قدرت داشته باشن. باید یه راهی واسه خنک کردنش پیدا کنیم. آهای، کسی اینجا هست؟ خانم وایسا، اینجا منطقه ممنوعه است. دارم دنبال بابام میگردم. از سرگرده ارتش آمریکاست. ما اینجا سرویس ارتشی ندیدیم. کمک لازم داری؟ کجا میتونم واسه شارژ گوشیم برق پیدا کنم؟ یه مدرسه اون طرف هست. تنها مدرسه‌ایه که هنوز سر پاست. برقم داره ولی بهتره اینجا منتظر بمونی. ما میتونیم بریم. وقت نیست. خودم باید برم.
ببینم کسی اون تو نیست. پیتر، برو تو دیوان امنیت و سایت اجرایی محیط زیست. تمام سکوهای نفتی اقیانوس آرامو پیدا کن. لیست محصولات موجود از آخرین دوره بازرسی هم در بیار. موجودیاشونو اینجا دارم. خودشه. بخش شیمیو پیدا کن و بر اساس بیشترین مقادیر فیلترش کن. باشه. اکثر این سکوها منابع نیتروژن مایع بزرگی دارن. فکر میکنم واسه مواقع اضطراری باشه. آره عالیه. اگه نیتروژن رو پمپ کنیم تو سوراخشا، در برخورد با هلیوم خنکش میکنه و مسیرش رو متوقف میکنه. بعد میتونیم برش گردونیم به فشار معمولیش و مهرمومش کنیم. پس بریم نزدیکترین سکوها به مرز اون سفر رو پیدا کنیم. آزادسازی هلیوم اونجا بیشترین تأثیر رو خواهد داشت. آره، فقط باید اونقدر کندش کنیم که نیروی حرکتیش متوقف بشه. زیادی هم نشه که به درد سر بیافتیم. این ریسکیه ولی خب ممکنه جواب بده. اگه بتونیم یکم زمان بخریم ارزششو داره. باید با چندین سکوی نفتی هماهنگ بشن. اگه بیشترین تاثیر رو میخوایم باید همه همزمان تخلیه کنن. وقتی روند کند کردن گازم شروع میکنیم همینطور باید متحد انجام بشه. میتونیم از شبکه ماهواره‌های دولتی برای هماهنگی زمانش استفاده کنیم، به شرطی که این سکوها همچنان اتصال داشته باشن. از گفتنش متنفرم ولی به تایید و همکاری نیاز داریم. پیتر، با تلفن ماهواره‌ای با ژنرال تماس بگیر. ژنرال وست هستم. ژنرال وست، دکتر میلی اندرسون هستم. برادرم اینجا هنوز پیش منه. دوباره به کمکت نیاز داریم. تنها گزینه‌ای که برای متوقف کردن حرکت صفحه برامون مونده اینه که فشار آزاد کنیم و یه راهی براش پیدا کردیم. میتونیم فشار ایجاد شده تو صفحه رو از مرزهای همگرا با استفاده از سکوهای نفتی اقیانوس آرام و نیتروژن‌های مایعی که دارن خالی کنیم. به نظر احتمالش 1 در میلیون میاد دکتر. خب حداقلش اینه که میتونه حرکت سفر رو کند کنه و از لرزه‌های فاجعه بار بیشتر برای حداقل چند روز دیگه جلوگیری کنه. این تنها گزینه‌ایه که واسمون مونده. ازت میخوای مجوز دسترسی ما به شبکه ماهواره‌ای رو بدی، همینطور کنترل همه سکوهای نفتی رو. باید زمان بندی تایمر پمپا رو تنظیم مجدد کنیم و بعد برای آزادسازی نیتروژن کار کنیم. خیلی خوب دکتر، مجوزاتون رو براتون هماهنگ میکنم، ولی سکوها باید تو آبهای ایالتی باشن. برای آبهای فدرال نمیتونم مجوز بگیرم. پیتر؟ بله قربان. برات مجوز امنیتی اضطراری میگیرم. یه پروفایل مهندسی و پایگاه دادم برات هماهنگ میکنم. میتونی وارد بشی و کارهایی که لازمه رو انجام بدی. دریافت شد. ممنونم ژنرال. ممنون قربان. خیلی خوب، تونستم روی 3 تا سکوی نفتی نزدیک ساحل واشنگتن سیستم‌های پمپاژ رو ریست کنم و چرخه‌های سوراخ و چاه رو هماهنگ کنم. چقدر دیگه میتونیم استخراج هلیوم رو شروع کنیم؟ دارم سعی میکنم پروتکل‌های ایمنی نیتروژن مایع رو بازنویسی کنم، ولی همش قفله. چطور؟ پمپاژ نیتروژن مایع به سوراخ چاه معمولاً آخرین گزینه است. یه مقیاس امنیتی برای سکوهایی که دارن منفجر میشن. جلوی برون‌ریزی فاجعه بار رو میگیره. از اکوسیستم اقیانوس در اطراف سکو محافظت میکنه، ولی چیزی نیست که توسط خود سکوهای نفتی کنترل بشه. وقتی که این پروتکل قرار اجرا بشه، تمام سیستم‌های کامپیوتری داخلی اونا کاملا خاموش میشه. این دستور باید از یه سیگنال مستقل خارج از کامپیوتر مرکزی سکوی نفتی فرستاده بشه. مثلا یه مرکز داده دولتی. معمولا باید یه مرکز کنترل با موقعیت نزدیک ساحل و یه مسیر ارتباطی شفاف داشته باشن و بتونن فرکانس واضح بفرستن. باید بتونه سیگنال رو در تمام جهات در سطح اقیانوس و در آن واحد بفرسته. درست میگی. اگه میخوایم هر 4 تا سکو همزمان به طور یکسان عمل کنن، باید اینطوری انجامش بدیم. کم کم داره به نظر میاد قرار نیست بشه. من یه فرکانس تستی برای برج دیدبانی ساحلی روی پلتفرم الن فرستادم، ولی پاسخ نمیدن. برج دیدبانی دیگه نیست؟ یکی دیگه یکم جلوتر لب ساحل هست. همونطور که گفتم این پروتکل رایجی نیست و این نرم افزار برای زلزله مهندسی نشده اصلا.
اینجا یه تلفن ماهواره‌ای هست، میتونیم با اون یه فرکانس بفرستیم. ممنونم. آره ولی زیادی پایینی، ما باید در واقع روی آب باشیم که مسیر سیگنال رو داشته البته باشیم. ریسکیه ولی شاید راه دیگه هم برامون نمونده باشه. باورم نمیشه زودتر به ذهنم نرسید. پیتر، میتونی ردیاب تمام پرسنل رو برای ماشینای ارتشی فعال تو شعاع 50 مایلی بالا بیاری؟ این همشون نیست، فقط ماشینایی که داخلشون گوشی ماهواره‌ای دارن. خیلی خوب، عالیه. زوم کن نزدیک جایی که هواپیمای صوفی سقوط کرد. هیچ بیرون نیست، فقط داری وقت تو هدر میدی. نزدیکتر به اقیانوس رو چک کن. خیلی خوب. میدونستم. زنگ بزن به اون ماشین، به گوشی ماهواره‌ایش. خدای من داره بوق میخوره. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از شنیدن این صدا خوشحال شم. زود باش جاش، زود باش. الو صوفی. مامان، خوشحالم که تو جواب دادی عزیزم. میلی، حالت چطوره؟ دوستت دارم عزیزم. صوفی با منه و حالش کاملا خوبه. مامان تو زنده ای؟ واقعا خبر خوبی. خوشحالم که صداتو میشنوم عزیزم. کجایی تو؟ ما میخوایم بیایم پیشت. الان جات امنه یا نه؟ این زلزله‌های لعنتی تمومی ندارن. میدونم. ما تو پایگاه امن انسه ایم. اونم با برادرم. یعنی درستن باته؟ واقعا؟ آره، داستانش مفصله ولی فعلا به کمکت احتیاج داریم. ما داریم حرکت صفحه تکتونیکی که باعث تمام اینا شده رو کند میکنیم، ولی به یه مشکلی خوردیم. ازت میخوام یه سیگنال از گوشیت بفرستی. جلسه وایسا چی؟ ما یه فرکانس مشخص داریم، میتونیم از طریق دستگاه انتقالش بدیم، البته تا وقتی که این خط رو باز نگه داری. برای هماهنگی آزادسازی نیتروژن مایع تو 3 تا از سکوهای نفتی اقیانوس آرامه. سیگنال باید کنار اقیانوس و از یه ارتفاع بالا فرستاده بشه. میتونی این کارو بکنی؟ آره، اتفاقا یه جای خوب براش میشناسم، ولی حدوداً 30 دقیقه طول میکشه برسم اونجا. زمانش کافیه؟ نه، ولی چاره‌ای نداریم. فکر میکردم فقط خودتو برسون اونجا. دوستتون دارم. منم دوستت دارم. دوستت دارم میلی. رسیدی اونجا به همین شماره زنگ بزن. تا 30 دقیقه دیگه برات سیگنالو میفرستم، باشه؟ خیلی خوب، باید بریم. بیا با سکوها تماس بگیریم. حواست باشه اختلالی ایجاد نکنن که ما بتونیم سیستما رو بازنویسی کنیم و شروع کنیم به تخلیه. با مسئول سکوهای نفتی آلن تماس بگیر. بهشون بگو برای رسیدن با ما آماده باشن. خیلی خوب. چی؟ تو مسیر یه هلیکوپتر دیدم، میتونیم ازش استفاده کنیم. میرم خلبانش رو پیدا کنم. چیه مگه تا حالا سوار هلیکوپتر نشدی؟ وایسا یکی باید واسه آزادسازی نیتروژن بمونه. سیگنال باید از خط اصلی فرستاده بشه. من میمونم. واسه سوار هلیکوپتر شدن و اینا هم دیگه خیلی پیر شدم. مطمئنی؟ آره میمونم و تو هم نمیتونی اونو متقاعدش کنی. آفرین بهت پیتر. واقعا که کل شقی. خوشحالم تونستم حداقل یه بار دیگه ببینمت برادر. هی وقتی برگشتی میبینمت. Okay. Take care of yourself. Stay safe. این دقیقاً چیزی که تصور می‌کردم نبود، ولی حداقل اگه راجع به تعطیلات ازم بپرسن میتونم بگم دنیا رو نجات دادم. هنوز که نمیتونی. خیلی خوب باشه. شاید الان وقتش باشه اون سوالای ناخوشایند رو بپرسیم. میدونی فکر میکنیم واقعا آخرشه؟ آخرش نیست عزیزم، چیزیمون نمیشه. هنوز سر پایین، ولی از صبح همینطوری داره میلرزه. خسارت ساختاری نداشتیم خدا رو شکر. فقط تو اینجایی؟ نه، یه چند نفر دیگه هم هستن. هر کسی که از پرسنل ضروری نبوده بهش دستور تخلیه دادیم. من اعلانای پروتکلو گرفتم و سیستممون رو خاموش کردم. عالی. به جز بازنویسی دستی. واسه همین میتونید برید و کنترل رو دست بگیرید. درستن صدامو داری پیترم. ما تو پلتفرم النیم. میشنوی؟ شفاف و واضح بچه. خیلی خوبه. عالیه.
ما آماده شروعیم میلی. به نظرت جاش تو موقعیت خودشو میرسونه. باشه. ممنونم ریک. خیلی خوبه. ما سکوهای دیگر رو هماهنگیشو انجام دادیم و الان کنترل سکوهای نفتی دستمونه. تا حالا ندیده بودم دولت اینطوری بخواد دخالت کنه. قضیه چیه؟ سیاتل قراره با خاک یکسان بشه؟ همینو 100 برابر کن. باشه متوجهم. خب چقدر دیگه وقت؟ باید همین الان انجامش بدیم. آماده ای؟ به نظر نمیاد چاره دیگه ای داشته باشیم. الان کنترل رو میگیرم. تخلیه سوراخ چاهو شروع کردم. تا اینجا که به نظر خوب بوده. یه کمی تخلیهش طول میکشه. خیلی خوب، به نظر خوب میاد. سرعت صفحه داره کم میشه. عالی، فقط ثابت نگهش دار بیدیم. باشه. جاش و صوفی کجا؟ با هم حرف بزن پیتر. اوضاع چطوره؟ پایداره. صفحه ها دارن کند میشن. داره جواب میده. واقعا داره جواب میده. حالا خیلی هم امیدوار نباشیم. هنوز آب از سرمون نگذشته. راست میگه. دیر یا زود فعالیت لرزه‌ای قرار بود بیشتر بشه. حتما با پمپا یه چیزی رو مختل کردیم. شاید هلیومو خیلی سریع جابجا کردیم. نه، من خودم محاسبات رو انجام دادم. خیلی خوب پیتر، پمپا رو روشن کن. سعی کن سرعتش رو کم کنی. باشه، میرم روی 50. اصلا خوب نیست. فعالیت لرزه‌ای کاهش نداشته. معمولا بعد اینکه زلزله میاد فعالیت صفحه افت میکنه تا زلزله بعدی، ولی شکست تو فشار داریم ولی کاهش نداشته. سونامی داره میزنه به موقعیت جاش و صوفی. میرم ببینم چه خبره. صوفی، بیستیمو بگیر. جاش، صوفی، شما تو موقعیتی؟ آره ما اینجاییم. باشه، خوشحالم موفق شدین. منتظر سیگنال بمونین. فشار سنجا دارن به اوج میرسن. دارم میبینم. همینطور دنباله پمپا رو شروع کردم. هنوز درگیر نشدم. مطمئنی دستی قفلشون رو باز کردین؟ آره. دستورالعملایی که قبل از اومدن مشخص کردین و انجام دادم. از اون موقع هیچی تغییر نکرده. خب داره تو تمام سکوها افزایش پیدا میکنه. باید بیاریمشون پایین. پمپا رو تا 200% ببر بالا و نیتروژن مایع رو آزاد کن. ولی سرعت صفحه اونقدر کند نشده. زیادی سوده واسه آزادسازی. افزایش فشار پمپ تا 100%. خیلی خوب. صوفی آماده باش. تا 3 2 فشار سنجا نزدیک نه. این چی بود؟ میلی، یه سکوی نفتی از دست دادیم؟ آره، یکی از سکوها رو از دست دادیم. خدای من، شاید یکی دیگرم از دست بدیم. از اونجا خارج بشید. چی شد؟ دومی سکو رو هم از دست دادیم. چطوری؟ میلی، واقعا نمیتونم، ولی باید همین الان بریم وگرنه تو انفجار بعدی ما هم میترکیم. وایسا، بذار فکر کنم. شما تنها کسایی هستین که تو سکو موندین. باید بیاین بیرون. وایسا، نه، اگه قرار بود منفجرش کنه تا حالا کرده بود. انفجار در واقع فشار آزاد کرده و برامون یکم زمان خرید. درستم درست میگه. چقدر وقت داریم؟ میلی، مجبورم نکن بیام اونجا. عددت اشتباه بوده. چی؟ غیر ممکنه. متاسفم ولی اشتباه. من اشتباه نمی کنم. خب این دفعه اشتباه کردی، ولی وقت نداریم سرش بحث کنیم. ما الان به خاطر اشتباه تو اینجاییم، پس فقط بذار درستش کنیم. باید کاریمون رو تموم کنیم. ما هنوز اینجاییم.
چه خبره؟ داریم سر در میاریم ریک. فقط حواست به فشار سنجا باشه. اگه بالا رفتم به همون خبر بده باشه. سرعت صفحه کم نشده. میدونم. نه منظورم اینه که داره سریعتر حرکت میکنه. انقدر تو اون دوتا سکو فشار از دست دادیم که صفحه مسیر مشکل پیدا کرده. ببین افتاده توی چرخه حرکت، مثل یه نیروی گریز از مرکز. نیروی حرکتی صفحه اقیانوس آرام حتی از قبل از کار ما هم بیشتر شده. این طرح‌ریزی سفر رو کاملا تغییر میده. این یه تغییر سیاره‌ایه. چقدر دیگه وقت داریم؟ پیتر محاسبات جدید چیه؟ دقیق بهم بگو. پیتر چقدر دیگه وقت داریم؟ هیچ داده ای واسش نیست باشه؟ داره توی مسیر متفاوت حرکت میکنه. ما هیچ داده ای نداریم. میلی دیگه هیچ راهی واسه متوقف کردنش نیست. باید بپذیریم که دنیایی که ما میشناسیم ممکنه به آخر برسه. جاش همون جایی که هستی بمون. من دوباره بهتون زنگ میزنم باشه؟ دریافت شد. باشه. صبر کن ببینم. چی؟ باورم نمیشه. چرا زودتر از این بهش فکر نکرده بودم؟ چی؟ متوجه نمیشم. باید دقیقاً کاری که اونا کردن رو انجام بدیم. تو میخوای بمب اتمی بندازی؟ نه بمب اتمی نه، ولی یه چیزی که اونقدر بزرگ باشه که وقتی با گرما و فلزات تو هسته زمین ترکیب میشه مثل یه انفجار عمل کنه. باید زنگ بزنیم به ژنرال. حرف بزن. 3 ساعت وقت داریم. سکوهای نفتی نتیجه ندادن. آره میدونم، حواسمون بهشون بوده، ولی هنوز یه سکو براتون مونده، درسته؟ آره و باید یه ماده منفجره بفرستیم تو سوراخ چاه. متوجه نمیشم این چطور کمک میکنه؟ تلفات جانبیش ممکن از زلزله‌ای که سعی داریم جلوشو بگیریم هم بیشتر باشه. نمیتونیم کنترلش کنیم. باشه نمیتونیم اندازه بگیریمش. اگه مثل دفعه قبل سفر رو بفرستیم توی مسیر کاملا متفاوت نمیتونیم. اگه موفق نشیم دنیایی که میشناسیم نابود میشه. باید تلاشمونو بکنیم و باید موفق بشیم. خب پیشنهادت چیه دکتر؟ مواد منفجره رو میفرستیم برم وسط چاه. همین ساکو؟ اونقدر میفرستیمش پایین که از بشریت دور بشه و هیچ عواقبی برامون نداشته باشه. اونقدر پایین که ماگمای آتشفشانی و هول بده به سمت سد و بعد ما خنکش کنیم. با نیتروژن مایعی که به کار نگرفتیم میتونه ماگما رو در راستای خط صفحه سخت کنه و جلوی انتقال صفحه به صفحه بعدی رو بگیره. واقعا نبوغامیزه. مختصات سکوی نفتی رو بیار بالا. اونقدر به مرز صفحه نزدیکیم که با این مختصات از الگوی حرکتی حال حاضر صفحه میتونیم واکنش زنجیره‌ای که برای تحریک انفجار تا خود صفحه لازمه رو به دست ولی میلی این 100% ثابت نیست. فشار روی پمپ‌ها هنوز بالاست. ریک چند تا از کارگراتو جمع کن. بهشون بگو تمام موشک‌های روی هلیکوپتر رو خالی کنن. دکتر فقط یه فرصت دیگه بهت میدم، بعد دیگه هیچ چاره‌ای نداریم. آماده فرآیند تخلیه بشی. درک میکنیم قربان. دستگاه آماده است بفرستیمش پایین؟ آره ولی میله های محافظتی که مواد منفجره دارن برای مواجهه با این اندازه و وزن آماده نشدن. تا حالا همچین چیزی نفرستادی. این ریسکیه که باید بپذیریم. چطور به نظر میاد؟ فشار خوبه. ثابت نگهش دار پیتر. سمت منم به نظر خوب میاد. چه خبر شده؟ سرعت داره کم میشه. فقط نصف اون عمقی که میخواین رفته. پروانه خاموش شده. موتور رفته رو آلت ذخیره انرژی. باید دستی ریستش کنم. میخوام برش گردونم بالا همین الان. چقدر دیگه؟ بر نمیگرده. منظور چیه؟ چون زیادی سنگینه. موتور از پس وزنش بر نمیاد. معمولا برش میگردونیم بالا و اینجا روش کار میکنیم. یه میله محافظتی دیگه با لباس و تجهیزات هستش که تکنسیانا استفادهش میکنن، ولی همشون الان رفتن. یکی از ما میتونه ببرتش بالا. باید آزمایش آماده سازی بشه و بعد آماده یه سفر دیگه میشه. فقط فضا اندازه یه نفر و یه دستگاه تنفس هست. محافظه اکسیژن فقط تا نیمه پره. فکر نمی کنم هوشمندانه باشه که
شاید تو درست نفهمیدی. احتمال این هست که نتونی دیگه برگردی بالا. این رسما خودکشیه. باش، آمادش میکنم. میلی نمیتونی بری. فقط تو نیستی که کل شقی. چرایی دیگه این نداریم. میلی من نمیتونم بپذیرم که الان بخواین کم بیارین. برنامه‌م اینه که برگردم بالا. خیلی خوب، بریم انجامش بدیم. داری بهش میرسی میری. فقط آروم و ثابت نفس بکش. دقیقا همونجا که هستی باید باشی. باید آزادسازی دریچه رو فشار بدی و ما میبریمت پایین تا برسی به قسمت پشتی میله. اونجا هم لازمه که دکمه آزادسازی رو بزنی. کفش میفته پایین و اون وقت تنظیمات دستی دقیقا جلوی چشمت قرار میگیره میلی. دریافت شد. داری به اون یکی میله میرسی. سرعت تو کم میکنه. میلی باید آهسته تر نفس بکشی. داری اون یه ذره اکسیژنی هم که داری و میسوزونی. نگران همین بودم. به اندازه کافی تجربه نداره. در حال اتصال به میله دوم. میلی قضیه چیه؟ داری اکسیژن زیادی استفاده میکنی. باید آروم باشی. اینطوری سرت گیج میره و از هوش میری. گوش بده. میلی خانوادت رو حساب کردن. تا میتونی انجامش بدی. من الان بالای اون میله دیگه. حالا تو کلیدو داری. دست راستتو ببر توی جیبت و برش دار. حالا باید کلید ریست دستی رو وارد کنی و یه دور بچرخونیش. طاقت بیار میلی، طاقت بیار. اکسیژن لازم داره. بدنش داره میره تو حالتی مشابه خفگی نیتروژنی. کم کم سرش داره سبک میشه و از خود بی خود میشه و حافظه کوتاه مدتش هم ناپدید میشه. موفق شدیم. نتیجه داد آنلاین شدیم. میلی داریم میاریمت بالا. دستاتو کنارت نگه دار و بیدار بمون. مامان صبر کن. انفجار جواب داد. الان باید خنکشون کنیم. بندازینشون. نیتروژن در 3 2 1 ارسال سیگنال. بابا چی بود؟ مگه جلوی زلزله ها رو نگرفتیم؟ منم فکر می‌کردم گرفتیم. شاید از سکو بوده باشه. بیا از اینجا بریم. زود باش. بیا. نمیتونم هنوز بیداره یا نه. دارم از تصفیه اضطراری استفاده میکنم که سریعتر برگردونمش بالا. الانه که اون قش کنه. سطح اکسیژنش خیلی پایینه. باید ببرمش توی محفظه بیشگال. روی سکو از این محفظه نداریم ولی میدونم نزدیکترینشون کجاست. این تنها فرصتشه وگرنه نمیتونه دووم بیاره.
پیتر آوردمش بالا. بیا کمک منو ببریمش تو هلیکوپتر. الان میام. صبر کن میلی، فقط طاقت بیار. سلام. پیتر، درستن. درسته، ما اینجا این پیشتی. حالت چطوره؟ خوبه. فکر کردم از دستت دادیم. دیگه این کارا نکن باشه. اما راستی من اعدادو چک کردم و تو از کجا میدونستی که سکو؟ آدم گاهی فقط جوابو میدونه. لازم نیست منتظر بمونی ریاضیاتم بهت برسن. دکتر اندرسون، تو جون میلیاردها نفر رو نجات دادی. ازت ممنونم. حالت که بهتر شد ازت میخوام بیای واشنگتن و کمکمون کنی آمادگی بیشتری داشته باشیم. پیترم بیار. من؟ و برادرت. خب بهش فکر میکنم ولی قول نمیدم. بله قربان، حتما میای. صوفی، جاش، خدای من. خیلی خب، فکر کنم وقت ما بریم یه چیزی بخوریم. سلام پیتر. دایی درستن. مامان. شکر عزیزم، بیا اینجا. خیلی خوشحالم حالت خوبه. ژنرال. سرگارد. ما اینجاییم. تو موفق شدی میلی. ولی کار هممون بود. خب من یکم شما رو تنها میذارم. خودم میرم یه دوری بزنم ولی برمیگردم و قراره از این به بعد خیلی بیشتر منو ببینین. خیلی خب من دیگه میرم. از کجا میدونستی اکسیژن کافی برای برگشتن رو داری؟ درستن به همون گفت چیکار کردی مامان. تو واقعا دیوونه ای. ولی دوست دارم. آره راستش نمیدونستم، ولی نمیتونستم بذارم تا وقتی شما هستین دنیا تموم شه. علاوه بر سالگرد 1 ساله زلزله سیاتل، اسپیس نیدل دوباره دراشو به روی مردم باز کرده. دکتر میلی اندرسون خودمون هم قرار ربان افتتاحیه را قیچی کنه. مای موویز.